خدمت بینندگان تلویزیون دریچه. من فرامرز رفیعی در خدمت شما هم. برنامه‌های تلویزیون دریچه هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، ساعت 8 شب به وقت اروپا و ساعت 10:30 شب به وقت ایران از کانال اندیشه پخش میشه. بازپخش این برنامه‌ها روزهای سه‌شنبه ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا، ساعت 12 صبح به وقت اروپا و ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران از همین کانال پخش میشه. برنامه این هفته تلویزیون دریچه را به سلسله بحث‌ها در مورد حزب طبقه کارگر اختصاص دادیم. در این رابطه هفته پیش قسمت اول مصاحبه با تراب ثالث رو در تلویزیون دریچه داشتیم. شما می توانید این برنامه رو در یوتیوب به آدرس دریچه تیوی تماشا کنید. و امروز از شما خواهش میکنیم به قسمت دوم مصاحبه با تراب ثالث توجه فرمایید. بولشویکا جالبیش اینه دیگه، بولشویکا در عمل در مبارزه از بین الملل دوم برش کردن و فرسنگ‌ها جلو رفتن، ولی از نظر تئوری، از نظر ایدئولوژی هنوز به همون مفاهیم و به اصطلاح دستگاه به اصطلاح تئوری که بین الملل دوم وصلن به یه شکلی، همشون کم و بیش. یعنی و واقعا فرصت نمیشه که در کومینترن این جناح انقلابی بتونه تئوری‌های جدید رو در واقع جمع‌بندی کنه. به همین خاطر این مشکل ما داریم، ولی خب یه جوهر جالب هم داره و اینجا اون به نظرم نکته جالبی است که لنین بهش میرسه و حتی مارکس زیاد دقت نکرد. حتی تو نوشته‌های مارکس که شما بریم بخونین این جنبه از پروسه آگاهی رو دقت نکرد. لنین خودش در پرکسیس در عمل میرسه به این مفهوم که تئوری در واقع فشرده همون تجربه است، ولی میگم اونجایی که میخواد از نظر تئوری حرف بزنه باز میره هم فرمولای کاوسکی رو استفاده میکنه. ولی لنین بحثش اینجا خیلی جالب، اونم اینه که آگاهی اگر به پراتیک وصله، اگر محصول آگاهیه و ناظر بر پراتیکه، اگر محصول پراتیکه و ناظر بر پراتیکه، بنابراین خب اولا نسبی است، یعنی به نسبت تجربه، به نسبت دوران میتونه متفاوت باشه. به این معنا که مثلا میگم در دوران فرض کنید بین بعد از سرکوب کمون پاریس 1871 تا بگید شما 1000 مثلا 895 96 97، یعنی قبل از اینکه بسیار در واقع میگم 1800 قبل از اینکه قرن 20 واز بشه، در واقع درست اون 20 سال آخر قرن 19 قبل از قرن 20 سرمایه‌داری بعد از به اصطلاح دوره بگین از 75 به این طرف، از 1875 به این طرف واقعا 20 سال رشد بلاوقفه داشته تا اواخر قرن 19 میخوره به یه بحران. این بحران‌های همیشگی سرمایه‌داری خرش رو اونجا میگیره. ولی تو این دوره‌ای که سرمایه‌داری همش رشد کرده، پراتیک طبقه کارگر هم رفرمیستیه. یعنی پراتیک طبقه کارگر خودش فراتر نمیره از نظام سرمایه‌داری. پراتیک خود طبقه کارگر در واقع فقط در چارچوب برنامه حداقله. برای اینکه اوضاع خوبه دیگه، شما هم می‌جنگی برای رفرم و این رفرم‌ها رو هم می‌گیری و این اصلاحات رو هم کسب می‌کنی و سازماندهی طبقه کارگر و به اصطلاح رشد فرهنگی و به اصطلاح اقتصادیش خیلی قدم‌های بزرگی. شما نگاه کنید به سوسیال دموکراسی‌های اروپایی، می‌بینید چه رشد عظیمی می‌کنن در این دوره 20 ساله قبل از مثلا آغاز قرن 20. و اینجا به اصطلاح بنابراین دوره‌ایش مهمه. کنسپتی که لنین میاره و یکی از کنسپت‌های کلیدیه این که دوران متفاوته. دوران ما دوران فعلیت انقلابیه. مقوله لنین به کار میبره actuality of revolution، فعلیت انقلاب. یعنی انقلاب میگه در شرفه، انقلاب داره میاد، اوضاع یه جوری شده که انقلابات دارن میان. انقلاب دیگه یه چیزی
در افق دور، در آینده دور نیست. انقلابات در واقع جلویمان، انقلابا واقعی هستند، انقلابا فعلیت پیدا کردن. اون چیزی که امروزه من و شما شاید به این صورت به کار میبریم که میگیم شرایط عینی انقلاب فراهمه، یعنی تضادها بین نیروی مولد و مناسبات تولیدی به یه جاهایی رسیدن که در تصادم‌های طبقاتی توده‌های وسیع میتونن یه دفعه آگاه بشن به این ضرورت فراتر رفتن از نظام سرمایه‌داری، به ضرورت تسخیر قدرت. یعنی میگه لنین دوران فعلیت انقلاب. بنابراین این کنسپته که نظرم باید از لنین بگیم. کنسپت حزب انقلابی همینجوری دل بخواهی نیست. یعنی اینجوری نیست من و شما میگیم ما میخواهیم حزب انقلابی بسازیم و میریم میسازیم. نه، پشتوانه بسا تحلیل دوران پشتشه، یعنی تحلیل بلشویکا، تحلیل لنین به خصوص اون موقع. اینجاست که سرمایه‌داری وارد دوران انحطاط شده، سرمایه‌داری وارد دوران پایان عمرش شده، سرمایه‌داری آخرین مرحلهش رو وارد شده و بنابراین دوران فعلیت و به هر حال حرفش هم درست بودی. شما می‌بینید جنگ جهانی اول 10 جای اروپا انقلاب میشه، بنابراین انقلاب واقعا فعلیت داشت. این مفهومه و این حزب رو لنین میسازه برای آماده کردن در واقع پرولتاری برای این فعلیت انقلاب، برای انقلاب قریب الوقوع. بنابراین چی میگه؟ میگین آگاهی اگر به اصطلاح مترادف با دورانهای متفاوت، با پراتیک، چون گفتیم آگاهی از وجود میاد، هستی اجتماعی آگاهی اجتماعی میده. شما اگر همش پراتیک ترید یونیونیستی بکنی، آگاهیت هم ترید یونیونیستیه. اگر پراتیکت انقلابی باشه، آگاهیت هم انقلابیه. پراتیک رو نمیشه از وجود جدا کرد. بنابراین اگه پراتیک متعلق به دوره‌های مختلف میتونه آگاهی‌های متفاوتی بده، آگاهی چیزی نیست که من کسب میکنم میذارم تو جیبم بعد تا آخر عمر دیگه اینو دارم. یعنی عین این که یه صندوقی گرفتم میذارم تو تاقچه، هر وقت دارم وا میکنم از این آگاهی استفاده میکنم. ربطی به پراتیک هم نداره، ربطی به اصطلاح عمل کردم نداره. میتونم اون رو جدا تو تاقچه نگه دارم، عمل کرد برم یه کار دیگه بکنم. نه، اینطوری نیست. آگاهی که شما توی مرحله به دست آوردی، مرحله بعدم از دست میدی. آگاهی چیزی نیست، آگاهی وجودته، زندگیته، هستیته. بنابراین همین جور که هستیت تغییر میکنه، آگاهیت هم تغییر میکنه. بنابراین چی خواهد شد؟ توی دوره مبارزه طبقاتی حاد تو به درجه از آگاهی میرسی، اگه 10 سال بعدش فقط کارهای رفرمیستی بکنی، خب اون آگاهی رو هم از دست دادی. یعنی اون آگاهی هم که اونجا کسب کردی رو از دست دادی، برای دیگه اهمیتی نداره. یعنی ناظر بر فعالیتت نیست، تو گویی نداری، تو گویی فقط گوشتیش تو تاقچه، گوشتیش این یک کتاب تو تاقچه، استفاده هم ازش نمی کنی. این برنامه ماکسیموم سوسیال دموکراسی اروپا یه برنامه است تو تاقچه. یعنی این که ما کی میرسیم به اون جایی که این برنامه رو اجرا کنیم مثلا مطرح نیست. مطرح این اگر رسیدیم، تاریخ اگر ما رو هل داد به اون سبب. به همین دلیل هم این دیدی که آگاهی رو از پراتیک جدا میکنه، فکر میکنه که طبیعی ما جامعه به طرف سوسیالیسم خواهد رفت دیگه، ماتریالیستی. یعنی نیروی ماتر باعث خواهد شد که جامعه خودش همینجوری به تدریج تکامل پیدا کنه بره به طرف سوسیالیسم. خب این میدونیم مسخره است، این میدونیم اصلا واقعیات جوامع بشری اینطوری نیست. و این پراتیک بنابراین آگاهی متفاوت میده. یعنی چی؟ یعنی آگاهی افت و خیز داره. آگاهی که توی دوره از جنبش کسب میشه، توی دوره دیگه نه تنها از بین میره، ضد خودش هم میشه. مارکس یه همچین مفهومی نداشت متاسفانه. مارکس یه جوری با اینکه جای توضیح نداده، ولی شما این ورانور اشاراتشی که ببینید شاید بشه این استنباطو کرد که آگاهی یه چیزی است که به تدریج هم تو مبارزه طبقاتی عالی‌تر و عالی‌تر و عالی‌تر میشه و طبقه کارگری آگاه‌تر و آگاه‌تر و آگاه‌تر و آگاه‌تر میشه. یعنی پروسه رشد آگاهی رو یه جوری پروسه خطی میبینه.
یه پروسه مثلا از صفر شروع میشه هم به خط مستقیم هی میره بالاتر و بالاتر. در صورتی که لنین نه، لنین زیگزاگی میبینه، بالا پایین میبینه، میدونه از بین میتونه بره. بنابراین مفهومش از حزب چیه؟ این چیزی که میگه در رابطه با آگاهی، منظورش اینه. در واقع منظورش اینه که ما این آگاهی رو که توی دوره از جنبش کسب شده، این آگاهی چیه؟ تئوریه و کادر دیگه. یعنی اون پیشگامی است که به این آگاهی رسیده و این آگاهی رو تجربه کرده، فرموله کرده، تئوریزه کرده. این رو اگر ازش حفاظت نکنیم توی دوره افت مبارزه طبقاتی از بین میره. یعنی با ما باید از صفر شروع کنیم. یعنی هر بار ما باید از صفر شروع کنیم برای اینکه به این آگاهی سوسیالیستی برسیم. آگاهی سوسیالیستی اینجا منظور این نیست که سوسیالیسم چیز خوبی است. سوسیالیسم چیز خوبی است مزدک هم میگفت. یعنی این که باید جامعه اشتراکی بشه، یعنی طبقات محروم جامعه حتی در جامعه بردهداری و فئودالی هم به این نتیجه رسیده بودن که جامعه باید اشتراکی بشه. این ایده کمونیستی، ایده سوسیالیستی چیزی نیست که حتما متخصص مارکسیست میخواد که آدم بهش برسه. یعنی آدم منظور از آگاهی سوسیالیستی نیست که شما بفهمی که سوسیالیسم نظام خوبی است. مالکیت اشتراکی شما از هر کی تو خیابون بری بپرسی میگه بله خیلی نظام معقول‌تر و بهتری از آدمای طبقات محروم، نه از طبقات بالا. منظور اینجا کنسپت تسخیر قدرت سوسیالیسم به معنی دیکتاتوری پرولتاریا. بحثی که من اتفاقا با رفقا موقعی که خدمت شما بودم در واشنگتن کردیم. دیکتاتوری پرولتار به این خاطر لازمه که بدون قدرت پرولتاری اساساً انتقالی به سوسیالیسم صورت نخواهد گرفت. یعنی آگاهی سوسیالیستی یعنی این از نظر لنین به همین دلیله که میگه اصل دیکتاتوری پرولتاریاست. تفاوت من با منشویکا، با آنارشیستا، با سوسیالیستای فلان، با سوسیالیستای بهمان در اینه که بدون تسخیر قدرت انتقال به سوسیالیسم، یعنی به جامعه سوسیالیستی ما نخواهیم رسید. جامعه سوسیالیستی با نیروی تاریخ و با نیروی مادی تاریخ ساخته نخواهد شد. احتیاج به مداخله آگاه پرولتاریا داره به صورت قدرت دولتی. بنابراین بحث به اصطلاح در واقع لوین، مثل اون جوهر اصلی بحث لوین اینه که این آگاهی رو که بنابراین از دل خود جنبش پرولتاری میاد بیرون، من در چارچوب حزب پیشگام، حزبی که اون پیشگام طبقه رو، اون پیشگامی رو که به این آگاهی رسیده با این تئوری جمع‌بندی شده برای تسخیر قدرت ادغام کرده، تلفیق کرده، بنابراین این آگاهی رو حالا میبره در اون جنبش. یعنی در هر مبارزه‌ای که وارد میشه در واقع آگاهی برای تسخیر قدرت ناظره بر اون جنبش. اون حرفی که مارکس میزد، ما در هر جنبشی هدف جنبش رو نشون میدیم به جنبش. ما جنبشی جدا از جنبش طبقه کارگر ایجاد نمی کنیم. ما در درون جنبش طبقه کارگر هدفش رو بهش دائما گوشزد میکنیم و نشون میدیم. یعنی بحث لنین اینجا اینه. بنابراین ما آگاهی رو مثلا بانک آگاهی طبقه کارگر، حزب انقلابی لنینی در واقع یه همچین کنسپتیه. اینه یه جایی که شما این دستاورد تاریخی رو حفظ میکنی، نه تنها حفظ میکنی، نمیذاری با افت و خیز جنبش خود به خودی بالا پایین بره، بلکه با این آگاهی، با این دستاورد، با این جمع‌بندی پراتیک بهتری رو درون طبقه میبریم و با این پراتیک میتونی در واقع کل توده رو هم بکشونی از اون چی میگن، از اون ایدئولوژی رفرمیستی و اکونومیستی بیرون و در واقع مبارزات طبقه کارگر رو هم تبدیل کنی به مبارزه برای تسخیر قدرت. بنابراین این مکانیزم که اینجا تو حزب لنینی خیلی مهمه و این مکانیزم رو به واسطه در واقع برنامه حزبی و مفهوم سانترالیسم دموکراتیک لنین میشه فهمید. در واقع برنامه نقشش چیه؟ برنامه جمع‌بندی تجربه در واقع پیشگام کارگریه
تئوریزه شده، فشرده شده، عنصر جهانی هم بهش اضافه شده، عنصر تاریخی این تجربه هم بهش اضافه شده. این برنامه بعد توسط همین پیشگام وارد مبارزه میشه. از دل این مبارزه خود این برنامه تسریع میشه، خود این برنامه بهتر میشه، خود این برنامه دقیق‌تر رابطه پیدا میکنه با پراتیک طبقه کارگر. یعنی این مکانیزم سانترالیسم دموکراتیک اینجا اینجوری فقط معنا داره که این تجربه اگر به صورت دموکراتیک جمع‌بندی نشه در واقع تجربه منتقل نشده، تجربه‌ای که بر اساس پراتیک دور برنامه صورت گرفته. شما برنامه رو میبرید، تجربه میکنی، ما که این تجربه رو منتقل میکنی در اون حزب و جمع‌بندی میکنی، اگر دموکراسی نباشه بنده پیشوا بگم نخیر اصلا حرف همه شما مفته، من میگم اینه، خب اصلا جای بحث نذاریم، یعنی اصلا کل این رابطه بین تجربه و تئوری از بین میره. کل رابطه تجربه و تئوری دیدیم در احزابی که اینجوری بوده، یه جای دفعه تاریخ یه تندپیچی برداشته، پیشوای معذرت میخوام گیج و ویج و هاج و واج اون بالا بوده که حالا من چی کار کنم. برای اینکه شما آگاهی رو کشتی با این مکانیزم. آگاهی اگر نتونه جمع‌بندی بشه درون حزب و به صورت برنامه بهتر دوباره نره درون طبقه، خب این مکانیزم رشد آگاهی پرولتری تا رسیدن و آماده شدن برای تسخیر قدرت نمیتونه انجام بشه. بنابراین به نظر من یه مسئله کلیدی در واقع مفهوم لنینی حزب اینه، مکانیزمی که به واسطهش آگاهی به دست آمده، آگاهی به دست آمدن همیشه دو عنصر داره. یه عنصر محلی داره، یعنی پیشگام محلی، فرضاً آگاهی پیشگام کارگری در ایران خود ما امروز. یکیش یه عنصر جهانی و تاریخیه، پیشگام که فقط منحصر به پیشگام طبقه کارگر ایران نبوده، پیشگام طبقه کارگر در روسیه مبارزه کرده، در چین مبارزه کرده، در 1000 نقطه این دنیا 200 سال مبارزه کرده. درنچه اون تجربه هم تازه باید وارد بشه به این جنبش. یعنی اینا همش دستاوردهای جنبش کارگریه. این بعد جهانی و تاریخیش هم باید وارد مثلا حزب انقلابی بشه. اینه اون چیز که ما میگیم، یعنی این پیشگام رو با این دستاورد، با این تجربه جمع‌بندی شده، با این آگاهی به اصطلاح حاصل شده تا کنون ادغامش کنیم. یعنی چی؟ یعنی پراتیک پرولتاریا رو آگاه کنی و بر اساس اون پراتیک آگاهی پرولتاریا برای سرنگونی سرمایه‌داری بیشتر و بیشتر بشه. این اون مکانیزم لنینیه که به نظر من ما جوهری است که باید حفظ کنیم، نگه داریم، دفاع کنیم ازش. و اتفاقا نکته‌ای که من خیلی استقبال میکنم ازش و خیلی خوشحالم کرده و خیلی خوشنودم کرده به عنوان یه انسانی که تو این جنبش سوسیالیستی و کارگری هستم، اتفاقا دقیقا اینه که برداشتایی که از رفقای پیشگام داخل بیرون اومده، شما متونی که رفقا از داخل فرستادن بخونید، کم و بیش دقیقا همین برداشت رسیدن، کم و بیش دقیقا همین مفهوم رو رسیدن. و من واقعا میگم یعنی در بگیم 30 سال اخیر ما همچین پدیده‌ای نداشتیم و این خودش یه به اصطلاح نویدی است برای تحولاتی که در دوره بعد در مقابل ماست. مسئله کلیدی اتفاق نکته مهمیه دیگه. ممنون از توضیحاتی که دادید. سوال دیگه یا موضوع دیگه که میشه مطرح باشه، بارها خود شما اینو مطرح کردید که حزب بولشویک در دوره استالین تجربه خوبی نداشته و مسئله اساساً در این خواهد به اصطلاح مطرح میشه که مسئله رابطه حزب با طبقه و رابطه حزب با قدرت دولتی چیست. و خب طبیعتاً در این رابطه نقش حزب لنینی در دوره بعد از تسخیر قدرت به چه شکل خواهد؟ اگر در این موارد هم توضیح بدید ممنون میشم.
مسئله کلیدی در واقع شما خودتون انگشتش گذاشتین که مسئله قدرته. موقعی که میگیم ما یه حزب میخوایم برای تسخیر قدرت، این حزب برای تسخیر قدرت توسط پرولتاریاست، تسخیر قدرت توسط طبقه کارگره، نه تسخیر قدرت توسط یه اقلیتی درون طبقه کارگر. گفتیم بنا به تعریف حزب انقلابی نمیتونه مثل حزب رفرمیستی حزب توده‌ای باشه یا اکثریت عظیم از توده ها رو در خودش در بر بگیره، نمیتونه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید که یه حزبی ما داشته باشیم که برای تسخیر قدرت داره مبارزه میکنه، میخواد طبقه کارگر برای تسخیر قدرت آماده کنه و اکثریت طبقه کارگر هم طرفدارشن، خب انقلاب میشه دیگه احتیاجی دیگه به این که برای شما بشینیم اینجا مصاحبه کنیم نداره دیگه. یعنی اگر اکثریت طبقه کارگر برسه به این که باید قدرت رو تسخیر کنه، خب میره میکنه دیگه. یعنی تنها چیزی که جلوی طبقه کارگر رو گرفته همین تصمیمه. طبقه کارگر همین امروزش در انگلستان تصمیم بگیره این کار رو میخواد بکنه، میتونه بکنه. یعنی بنابراین حزب انقلابی نمیتونه یه حزب توده‌ای اکثریت طبقه کارگر باشه. فقط توی دوره بحران انقلابی است، یعنی 2 سال، 1.5 سال، 3 سال، اون دوره‌ای که طول میکشه درست همیشه تا ماجرای به اصطلاح تعویض قدرت به اصطلاح تحقق بگیره، دیگه بیش از 2-3 سال که طول نمیکشه که همیشه بالاخره بعد از یه مدتی باید این بحران تموم میشه، این ور یا اون ور. بنابراین تو این 2-3 سال که بحران انقلابی هست، دقیقاً به خاطر اینکه پراتیک طبقه کارگر انقلابی میشه و دوره بحران انقلابی دورانی که طبقه کارگر میتونه نهادهای خودسازماندهی از خودش بیرون بده که شرایط قدرت دوگانه ایجاد کنه. شرایط قدرت دوگانه به عملکرد طبقه کارگر آنچنان ابعاد عظیمی میده ما آگاهی پیدا میکنه که در عرض شاید 50 سال اصلاحات پیدا نکردیم از نظر رشد آگاهی، چون آگاهی گفتیم با اون پراتیکش مرتبطه، از اون پراتیکه که این آگاهی رو میده. بنابراین توی دوره بحران انقلابی بله یه حزب انقلابی میتونه واقعا اکثریت طبقه رو به خودش جلب کنه، اکثریت طبقه رو طرفدار خودش کنه. اگه نکنه انقلاب نمیشه، باید بکنه که بتونه انقلاب بگیره. ولی تازه حتی بعد از تسخیر قدرت این حزب اکثریت طبقه کارگر ممکنه نباشه. یعنی خود حزب ممکنه هنوز یه حزب اقلیت طبقه کارگر باشه. حزب به هر حال طبقه کارگر نیست، یه بخشی از طبقه کارگر. بنابراین این حزب نمیتونه خودش رو جایگزین طبقه کارگر بکنه. بولشویک‌ها همچین مفهومی نداشتن، لنین هرگز همچین مفهومی نداشت. هیچ یک از رهبران بولشویک‌ها من جمله شخص استالین قبل از اینکه به اصطلاح این حوادث 1923-24 به این طرف پیدا بشه، شما نمیتونید برید در یه جای پیدا کنید که گفته من باید بیام قدرت رو بگیرم، حزب باید بیاد قدرت رو بگیره. نه، حزب در واقع رهبره و اینجا بین مقوله رهبری و قدرت ما باید تمایز قائل بشیم. حزب رهبری مبارزات طبقه کارگر رو در دست بگیره، ولی حزب نمیتونه جایگزین طبقه کارگر بشه برای قدرت سیاسی. نهادهای خود طبقه کارگر، نهادهای به اصطلاح خود سازماندهی طبقه کارگر که اینا هم ما تو انقلابات تجربه کردیم، در واقع شوراهای کارگری هم که میشن نهادهای قدرت دولتی. یعنی شوراهای کارگری هم که میتونن اون حق وتوی ویژه کارگری رو اعمال کنن که بتونه انتقال به سوسیالیسم صورت بگیره. اون حق ویژه که گفتیم جز از طریق داشتن این حق ویژه شما نخواهی تونست از سرمایه داری خلعیت کنی، نخواهی تونست انتقال به سوسیالیسم آغاز کنی. این شوراها قدرت رو در دست میگیرن. بله، حالا این شوراها برای چرخوندن به اصطلاح مسئولیت‌های مختلف آدم‌هایی رو انتخاب میکنن. من جمله مثلا در روسیه کمیسرهای خلق،
در واقع به جای کابینه، به جای حکومت، شوراها به اینا گفتن کمیسرهای خلق، نمایندگان خلق. در واقع نمایندگان یعنی شوراها اینا رو انتخاب کردن. اینها نمیدن، حزب بلشویک نمیدن بگه من قدرت رو میگیرم. شوراهای سراسری روسیه گفتن شما کمیسر امور خارجه، شما کمیسر امور فلان، شما کمیسر امور بهمان. یعنی نماینده ها رو شوراها انتخاب میکنن و با توسط همون شوراها هم قابل عزلن و باید بازخواست پس بدن، جوابگو هستن به همون شورا. اگر این اصل رو ما رعایت نکنیم، یعنی اصلا کل مفهوم مارکسیستی دولت کارگری رو کنار گذاشتیم، یعنی دولت کارگری رو تبدیل کردیم در واقع به یه دیکتاتوری حزبی. یعنی یه اقلیت، حالا این دیکتاتوری ممکنه خیلی بسیار انسان دوست هم باشه ولی به هر حال دیکتاتوری است. طبقه کارگر باید قدرت رو در دست بگیره. گفتیم اصلا از لحاظ اقتصادی غیر ممکنه اگر طبقه کارگر قدرت رو در دست نگیره که انتقالی صورت بگیره، چون تنها انگیزه رشد اقتصادی در دور انتقال کاهش ساعات کار. یعنی با کاهش ساعات کار شما باروری کار رو بالاتر می‌برید. اصلا نیروهای مولده اینجوری، این انگیزه رو فقط طبقه کارگر داره. بنابراین انتقال اصولا صورت نخواهد گرفت اگر طبقه کارگر در قدرت نباشه. خب بلشویک‌ها همچین ایده‌ای نداشتن، ولی در جنگ داخلی عملاً به تدریج شوراها از بین رفتن، نهادهای خودسازمانی طبقه کارگر از بین رفت و به تدریج شما نگاه کنید، شاید یه جوری خیلی طبیعی، به تدریج همه به اصطلاح چی میگن، همه ارکان قدرت سیاسی و اجرایی افتاد دست حزب بلشویک. حزب بلشویک عملا خودش رو جایگزین طبقه کرد، چون عملا دوره جنگ داخل شورایی وجود نداشت که حالا بخواد نماینده انتخاب کنه و بفرسته. اون شورای سراسری هم که برای خودش مثلا جلسه میذاشت مثلا 2 سال پیش انتخاب شده بود، یعنی دوباره جلسات شوراها نبود که یه شورای سراسری جدید انتخاب کنن. بنابراین شورای وجود نداشت. خود پیشگام پرولتاریا هم که جذب شده بود تو دولت. باید در نظر بگیرید کشوری عقب افتاده، اولین تجربه دولت کارگری، ندانمکاری هم که زیاده. بنابراین همه مشکلاتی که رو هم بذاریم 1919 تا 1921 میبینیم به تدریج حزب به خاطر ضرورت تاریخی، به این خاطر که بلشویک‌ها اعتقاد داشتن انقلاب آلمان همین بیخ دیواره، یعنی همین فردا پس فردا داره انقلاب میشه در آلمان، یعنی این ارزیابی همشون بود. بنابراین انقلاب آلمان به کمک ما خواهد آمد. اگه ما 1-2 سال خودمون رو بتونیم اینجا نگه داریم در قدرت، انقلاب آلمان به کمکمون خواهد آمد. بنابراین با اینکه میدونستن قدرت طبقه کارگره، ارگانهای سازمانده طبقه کارگر باید احیا بشن تا این دولت به جلو بره، ولی چون چاره‌ای نبود عملاً رضایت دادن به اینکه حزب جایگزین طبقه بشه، حزب قدرت رو اعمال کنه، حزب اون جایی که طبقه نمیتونه بیاد وارد صحنه بشه، شورایی نداره، نمایندگی نداره، حزب این جای خالی رو پر کنه. خب این البته ضرورت تاریخی بود. حالا من و شما میتونیم امروزه بشینیم قضاوت کنیم آیا جواب بلشویک‌ها به این ضرورت تاریخی درست بود یا غلط بود، ولی به هر حال اتفاقی است که افتاد، فرمی است که این ضرورت به اصطلاح پیاده شد توسط بلشویک‌ها. ولی این ضرورت بعد در دوره بعدی تبدیل به تئوری میشه. یعنی در دوره استالین عملاً میرسه به این کنسپت تو فرمولای به اصطلاح اون موقع به ادبیاتی که از روسیه میاد هم شما دقیق می‌بینید که در واقع قدرت از آن حزب پیشگام میشه. یعنی مفهومی که ما بهش میگیم ونگاردیسم، یعنی ونگارد در واقع فقط لیاقت قدرت رو داره، بقیه طبقه هنوز این بچه است، هنوز باید بسیار چی میگن بزرگ بشه و این حزب پیشگام باید بالغش کنه. در واقع پیشگام میشه قیم طبقه،
پیشگام پرولتری که حزب کمونیست باشه به اصطلاح اینجا خودش رو میکنه از نظر تئوریک حتی توجیه میکنه که چرا باید این پیشگام قدرت رو بگیره. از اینجاست به بعد که ما این دوتا مفهوم رو کاملا داریم. یکی طبقه کارگر قدرت رو میگیره، حزب لیاقت رهبریش رو باید در مبارزه نشون بده، ولی قدرت رو فقط موقعی میگیره که به نمایندگی از طرف ارگانهای خودسازماندهی طبقه کارگر انتخاب. بنابراین به تدریج بوروکراسی قدرت رو در دست میگیره، بوروکراسی دولتی قدرت رو در دست میگیره، حزب رو تبدیل میکنه به آلت دست خودش. حزب در واقع از دوره استالین در واقع تبدیل میشه به آلت دست بوروکراسی دولتی برای حفظ خودش در قدرت. بنابراین تئوری حزب قدرت از اینجا میاد که حزب چون حزب پیشگامه پس نه تنها لیاقت رهبری داره بلکه لیاقت قدرت رو هم فقط این داره. و اینجاست که ما میبینیم وارد این نوع ادبیات میشیم که شروع میکنن حتی خود طبقه رو تعریف کردن. یعنی مشکلات این موقع روسیه نگاه کنی یه جایی حتی بخشی از خود پرولتاریا رو از طبقه کارگر اخراج کردن. یعنی میگن مثلا شما دیگه پرولتر نیستی، مثلا شما دیگه واقعا خرده بورژوا شدی. یعنی یه جاهایی که طبقه یه مخالفت‌هایی نشون داده باشه با حزب، اغلب حتی از خود مفهوم طبقه اخراجش کردن. یعنی گفتن تو مثلا خرده بورژوایی در لباس کارگری، تو واقعا کارگر نیستی. یعنی حتی تو خود تعریف طبقه هم اینا شروع کردن مثلا انگولک کردن برای که توجیه کنن اون کنسپت قدرت. خب ما از این کاملا باید برش کنیم و نقد کنیم. مفهوم ما از حزب لنینی، حزب انقلابی، حزب پیشگام این نیست که این حزب بعد میاد قدرت رو میگیره. نه خیر، این حزب باید پرولتاریا رو آماده کنه برای تسخیر قدرت و این نقش البته بعد انقلاب تمام نمیشه. تسخیر قدرت با تسخیر قدرت در یک کشور تمام نمیشه. انقلاب میدونیم بعد جهانی داره، تازه اول کاره، تازه یه جایی که شما پیروز میشی تازه سنگر اوله. مبارزه هنوز در ابعاد جهانی ادامه داره. درنش کار انقلابی با تسخیر قدرت که تمام نمیشه، تازه اول کارشه، تازه با اونجا شروع میشه. بنابراین این وظیفه هنوز کماکان ادامه داره، ولی به هیچ وجه نباید این دوتا رو جدا با هم یکی کرد، رهبری و قدرت. به من این یک نکاتی است کلیدی در نقد ما از تجربه بولشویکی باید به نظر داشته باشیم. به نظر من فقط این نیست، دو سه تا نکته دیگه هم هست، البته زیاد هست، ولی این نکات کلیدیشو من سعی میکنم تاکید کنم. دومیش مسئله آزادی درون خود حزب. در دوره جنگ داخلی باز به خاطر ضروریات تاریخی اون موقع، به نظر من حتی به خاطر اون ضروریات به غلط، به هر حال میگم کار من نیست اینجا که بخوام بشینم قضاوت کنم راجع به تاریخ، من چی کارم، من فقط میتونم به اصطلاح نگاه کنم به داشت جوهرش رو بتونم از پیش بکشم بیرون که به درد پراکتیس روزم بخوره. بنابراین مجبوری شما نقادانه نگاه کنید. این به نظر من از بین بردن حق گرایش در حزب یکی از بزرگترین لطمات رو به کل جنبش کارگری در طول تاریخ، از اون تاریخ به بعد زد. به این معنا که عملا این شده یه نرم دیگه، اصلا یه نرمی که حتی شما الان ببینید حتی در چپ جهانی و چپ ایران و چپ هر جا که ببینید اصلا یه نوع چیز دارن، اینی که بیماری است. حق گرایش این یه چیزیست تو باید مثلا رضایت بدی تو شرایط خیلی بسیار دشوار و سخت، نه اینکه یه چیزیست اصلا جزء حیات پرولتاریا، برای این آب برای زندگی پرولتاریا لازمه. یعنی این رو اصلا نمیفهمن و این پدیده گم شده در جنبش جهانی. به نظر من ما باید این رو هم احیا کنیم. ضرورت حق گرایش، ضرورت آزادی درون حزب، ضرورت این که گفتم اگه این نباشه اصلا
آگاهی نمیتونه شکل بگیره، چون پراتیکی که نتونه به طور دموکراتیک جمع‌بندی بشه تبدیل به آگاهی و فرمول جدید و برنامه جدید نخواهد شد. بنابراین اگر شما آزادی نداشته باشی درون حزب، اگر حق گرایش نداشته باشی، نمیتونی به جمع‌بندی تئوریک برسی و به جمع‌بندی تئوریک درستی برسی. نمیتونی آگاهی رو به سطح بالا ببری. آگاهی هم کاذب، در واقع فکر میکنی رسیدی، در صورتی که نرسی. شکل تصحیحش در واقع همین حزبه، چون بر اساس این دموکراسی تو تجربه رو جمع‌بندی میکنی، دوباره میبری توی بر اساس پراتیک اون جمع‌بندی رو باز دوباره دقیق تر کنی. این مکانیزم متقابل رو تو از دست میدی. بنابراین حق گرایش لازمه، بلکه تجربه پراکنده تجربه است که ذهنی پرولتاریا ممکن تفسیر متفاوتی از همون تجربه داشته باشه. اینها اگه در چارچوب حزب جمع‌بندی به صورت دموکراتیک نشه، به بحث گذاشته، خب به نتیجه نخواهیم رسید. حالا تو این مباحثات گاهی اختلافات تاکتیکی پیدا میشه. یه بخش از طبقه کارگر میگه این راه فلان کار، یه بخشش میگه نه این راه بهمان کار. شما که نمیتونی این نوع اختلافات سرکوب کنی. اون جریان و این جریان باید بتونن این بحث رو ادامه بدن، فرضاً تا موقعی که تصمیم میگیری بالاخره این راه بریم یا اون راه بریم. بعدم که تازه این راه رفتی، هنوز این گرایش‌ها دوباره باید نظارت کنن به نتیجه این کار، ببینن بر اساس حالا نتیجه این کار یا نه، شاید اونی که ما فکر می‌کردیم درست نبود درست داره. یعنی اینجوریه که تصحیح می‌کنی خودت میری جلو. دو، طبقه کارگر تحت تاثیر به اصطلاح حزب که قرار نداره، که همون پیشگام طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی دائما تحت تاثیر ایدئولوژی‌های بورژوایی و خرد بورژوایی هم هست. برخی مناطق در برخی جا بیشتر، در برخی جا کمتر، در برخی از صنایع بیشتر، در بخشی از صنایع کمتر، بستگی به موقعیت پرولتاریا داره. یه جاهای ممکنه خیلی تحت نفوذ ایدئولوژی خرد بورژوایی قرار بگیره، یه جا ممکنه خیلی تحت نفوذ ایدئولوژی بورژوایی قرار بگیره. اینها اگر نتونن در داخل حزب بیان بشن، تو اصلا نخواهی فهمید که این نفوذا داره صورت میگیره. دیدیم چطوری میشه جلو آزادی در حزب رو میگیرن به این بهانه که ما نمیخوایم اجازه بدیم انحرافات مثلا بورژوایی وارد حزب بشه. بعد یه دفعه این انحرافات در یه جا تو حزب میزنه بیرون بدونی که بفهمی دلیلش چی بود، چون اصلا دنبال نکردی دیگه. یه دفعه یه بخش از حزب جدا میشه، میگن این بخش ضد انقلابی شد. خب چطوری ضد انقلابی شد؟ چه پروسه ای گذشت که ضد انقلابی شد؟ این پروسه فراموش میشه. پیشگام هیچ درسی وقت نمیتونه از این قضیه بگیره. بنابراین به نظر من اگر حق گرایش در حزب نباشه، اگر آزادی در حزب نباشه، سانترالیسم دموکراتیک میشه صرفا چیز اداری. همینطوری که میبینیم دیگه، پیشوا بیاد و بقیه ما هم کف بزنیم و دست بزنیم و دستامون رو بالا کنیم دیگه. همین این میشه سانترالیسم دموکراتیک. این مکانیزم پراتیک آگاهی کاملا از بین میره. یعنی اصلا نقش حزب کاملا از بین میره به مفهوم لنینی کلمه. این نکته دومی است که اگر بخوایم امروزه نقادانه به این تجربه دقت کنیم، به نظر من حتما باید تاکید بذاریم. امیدوارم ما در پیشگام به اصطلاح کارگری ایرانی هم واقعا به این نکته دقت کنیم و پا رو از همون قدم اول به اصطلاح درست. نکته سوم به نظر من انترناسیونالیسم. اگه بخوام باز انگوش روی چیزی بذارم، انترناسیونالیسم ما میبینیم عملا دولت شوروی در دوره استالین انترناسیونالیسم براش معنیش فقط این بود که استفاده کنیم از احزاب برادر و پیشبرد سیاست خارجی شوروی. یعنی منافع دولت شوروی شد منافع خیلی بالاتر و برتر و ارجح‌تر از منافع هر جنبش کارگری در هر جای دنیا. یعنی تئوری
بود بوروکراسی که حاکم شده حالا در شوروی در واقع بوروکراسی ناسیونالیستی دیگه. میگه شوروی اردوگاه سوسیالیسم، ما در شوروی سوسیالیسم رو میسازیم، همه دنیا به ما نگاه میکنن میگن به به عجب بهشت برینی، همه ما همین رو میخوان. یعنی وظیفه بقیه دنیا میشه در واقع کمک کردن به اینکه شوروی بتونه بشه سوسیالیسم. وظیفه جنبش کارگری ایران و وظیفه جنبش کارگری انگلستان میشه این که به جایی که به جنگن با بورژوازی خودشون برای که قدرت رو بگیرن، در واقع از قدرتشون استفاده کنن برای اینکه بورژوازی کشور خودشون اجازه بده که شوروی بشه سوسیالیستی. یعنی عملا احزاب سوسیالیست دنیا تبدیل میشن به آلت دست سیاست خارجی بوروکراسی شوروی. همون بوروکراسی که میبینیم امروزه از توش پوتین در آمده، امروزه از توش اولیگارک ها در آمدن. یعنی اینا همون آدم که عوض نشدن، همون آدم هم یه شبیه دفعه لباس عوض نکردن، تیپ همین کارها رو قبلا هم داشتن میکردن. یعنی همین بوروکراسی که داره منافع خودش رو در واقع اونجا تحکیم میکنه، حالا ور میداره از کومینترن و از پرستیژ انقلاب اکتبر و از به اصطلاح احزاب کمونیست و انقلابی که در واقع سرشیر پیشگام پرولتاری در مقیاس بین المللی هستن و تو بین الملل سوم همه اینا رو مسخ میکنه، تبدیل میکنه به آلات دست سیاست خارجیش و عملاً کل کومینترن رو از بین میبره با همین کارش، عملاً بین الملل از بین میبره و میگه از اون به بعدم دیگه جنبش جهانی کارگری تونست اصلا بلند بشه، چنان ضربه مهلکی خورده که نتونست هنوز بلند بشه. چرا؟ چون گفتیم آگاهی یه چیزی نیست شما تو کتابخونه میری پیداش میکنی. آگاهی از هستی اجتماعی جدا نیست. آگاهی مارکسیستی، تئوری مارکسیستی، آگاهی انقلابی رو شما نمیتونی از پیشگام پرولتاری اروپایی و جهانی که اوایل قرن 20 شکل گرفته جدا کنی. 100 سال مبارزه کارگری طول کشیده تا ما رسیدیم به یه چیزی مثل کومینترن، تا ما رسیدیم به اون لایه پیشگامی که تازه رسیده به این نتیجه که باید حزب برای تسخیر قدرت ساخت. خب این لایه دفعه از آسمون که میفته، این لایه دوباره 50 سال دیگه دوباره طول میکشه دوباره این لایه شکل بگیره. این لایه رو در واقع دولت شوروی زد نابود کرد در جهان. نتیجه شد چیزی که ما داریم مثل الان در مقابل خودمون حزب توده، اکثریت، این چیزایی که می‌بینیم، نتیجهش این احزاب یوروکمونیستی که ما می‌بینیم داریم، نتیجهش جریانی که در واقع کاملا تسلیم شده به بورژوازی، پرولتاریا رو تبدیل کرده به آلات دست در واقع سیاست‌های به اصطلاح اقتصادی سرمایه‌داری. عملاً طبقه کارگر شده. خیلی که دیگه رادیکال بشه، در جای رادیکال بشه این که میگه من بلدم بهتر از تو سرمایه‌داری رو بچرخونم. یعنی دعوا شده با سرمایه‌داری سر اینکه کی بهتر بلد سرمایه‌داری رو بچرخونه، نه اینکه کل این نظام باید بره زیر سوال. یعنی الان نبرد اساسی تبدیل شده به این. دلیلش چیه؟ برای اینکه این پراتیک رو کومینترن زد نابود کرد. این پراتیک انقلابی رو کومینترن زد نابود کرد. عناصر فیزیکی حامل این پراتیک رو زد نابود کرد. یعنی اون پیشگامی که 100 سال طول کشیده بود تا به اینجا رسید زد نابود کرد. دلیل عمده بحران امروز ما همینه. اون چیزیش هم که مونده بود بعد هیتلر رفت زد نابود کرد. بنابراین ما از یک ضربه بزرگ تاریخی داریم میایم به خاطر این مشکلات رو امروز در مقابل خودمون داریم. و اگر با دیدگاه انتقادی به همین تجربه نگاه نکنیم، خب دوباره همین کارها رو تکرار خواهیم کرد. بنابراین به نظر من مهمه که هرچند باید بزرگ داشته به اصطلاح این تجربه بولشویکی رو هر سال جشن بگیریم، هرچند همه ماها هنوز که هنوزه خودمون رو لنینیست میدونیم و بولشویک میدونیم، ولی باید این تجربه رو نقادانه بررسی کنیم.
ممنونم از شما رفیق فرامرز. خیلی اولا خوشحال شدم مجددا دیدمتون، ثانیا تونستیم بحث قبلیمونه که به نظر من بحث خیلی جالبی بود، اون موقع هم شما سوالات خیلی بسیار کلیدی رو مطرح کردیم و فکر کنم دوستانم دیده باشن که این بحث امروز هم مربوط بود به اون همون بحث، چون اون بحث هم در واقع هم سر سازمان کارگری بود، هم سر چگونگی ایجاد حزب طبقه کارگر. بنابراین اگر اتفاقا همینجوری که خودتون گفتین بتونیم دوباره همین بحث رو ادامه بدیم، یه مقدار مشخص‌تر راجع به ایران هم یه بحثی داشته باشیم، بسیار میتونه مفید باشه. امیدوارم سر بینندگان شما رو دیگه زیادتر از این دیگه خسته نکنم. این که شما فرمودید بسیار موجز بود، خیلی متشکرم. فکر نکنم یه ذره باز طبق معمول میکروفون دادید دست من زیاده روی کردم، میبخشید دیگه. در همین زمینه جلسه پاتاکی در روز 18 جولای برابر با 27 تیر ساعت 10:30 شب تا 1:30 شب از سوی قدم اول برگزار می شود. این جلسه پاتاکی تحت عنوان ضرورت ایجاد حزب طبقه کارگر و شناخت موانع پیش رو برگزار میشه. مشخصات اتاق پاتاکی به نام قدم اول ساب کاتگوری ایران می باشد. و حالا توجه شما را به نماهنگی در مورد ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران که در تاریخ 11 تا 13 سپتامبر 2015 برگزار می شود جلب می نماییم. این برنامه توسط گفتگوهای زندان انجام می